فصل 8. با احترام باشد. با احترام باشد، خوش‌معامله و با احترام باشد. کار درست انجام دهد، نام نیک از خود باقی گذارد، در همه عملهای خود عادل باشد. زمانی که جوان و فقیر بودم و از اشتیاق فراوان بهره‌مند، معتقد بودم میتوانم به هر خواسته برسم. با هواپیما به ژاپن برای یک سلسله گفت و شنودهای خیلی مهم با تاجران وسایل اخباری عامه و صنعت فراغتی پرواز کردم. در آن زمان هنوز ویرجین موزیک وجودی خارجی نداشت. مایک اولفیلد و توبولار بیلز هم حضور داشتند. از این رو مطمئن نیستم به چی فکر میکردم و درباره چی موضوعی با آنها حرف میزدم. فکر میکنم به طور مبهم میخواستم با آنها شرکت‌های باز کنم تا صفحه‌های موسیقی را بیشتر کنم. آنها با یک جوان بدون پول بسیار مؤدبانه رفتار کردند و در جلسه ها به دقت به حرفای من گوش میدادند. هرگز آن جلسه را فراموش نمی کنم. آن مردان صبور به من آموختند چقدر مهم است که همیشه چشم و گوش خود را باز کنم و با ادب باشم. ژاپنی معتقدند و میگویند هرگز نمیدانید چه کسی ممکن است شما را ببیند یا شما را بشنود. مردم حرف میزنند. وقتی پشت سر مردم حرف میزنید، حرفتان به نوی به گوش آنها میرسد. من خودم این را تجربه کردم. یک بار قرار بود در جلسه شرکت کنم. تأخیر داشتم. کاغذهایم را به سرعت برداشتم و سوار تاکسی شدم. در راه رسیدن به جلسه راننده بسیار حرف زنی کرد. او گفت من شما را میشناسم. شما همان برادر دیک برینسون هستید. شما صفحه پرکنی دارید. در جوابش گفتم بله همین طور است. خیلی خوشحالم که امروز شما سوار تاکسی من شدید. امیدوار بودم حرفی بیشتری نزند تا من بتوانم کاغذهای مربوط به شرکت در جلسه را بخوانم. اما او دست بردار نبود. او گفت روزها راننده تاکسی است و شبها در یک ارکستر جاز میزند. او پرسید صفحه از نوازندگیش را ثبت کرده و آیا من حاضرم به آن گوش دهم. دلم فرو ریخت. اشخاص مختلف میخواستند من به موسیقی آنها گوش دهم تا شاید شناخته شوند. اما نخواستم حرف بزنم که او را خفه کند. گفتم بسیار عالی میشود. نه شما خسته هستید. مادرم در آن گوشه خیابان زندگی میکند. از دیدنتان بسیار خوشحال میشود. اجازه دهید چند دقیقه به آنجا برویم و یک فنجان چای بنوشیم. خواستم بگویم نه دیر شده ایستاده است، اما گفت میدانم خستید. یک فنجان چای چیزی است که به آن احتیاج دارد. خیلی متشکرم گفتم با آواز پست. درست به محض آن که به جای ضروری رسیدیم، راننده موسیقیش را پخش کرد. صدای نوار را از بلندگوها شنیدم. راننده پیاده شد و در این ماشین را برای من باز کرد. راننده تاکسی فیل کالینز بود که مثل دیوانه ها میخندید. داستان‌های فولکلوری ژاپنی ها پر از داستان‌های شاهزادگان نقابدار است. آنها به مزارع می‌روند تا بشنوند که کشاورزان درباره آنها چی میگویند. وقتی فیلمی میلیاردری سرکش را تهیه کردم، به یاد این داستان‌ها و ماجرای فیل راننده تاکسی افتادم. خودم را به شکل یک راننده تاکسی سالخورده در می‌آوردم و به خانه‌هایی که باید آنجا فیلم می‌گرفتم می‌رفتم. به صحبت‌های رقیب‌هایم که در صندلی عقب اتومبیل نشسته بودند گوش می‌دادم و به طور غیر مستقیم از آنها مطالب فراوان آموختم. کافی نیست با کسانی که می‌خواهید آنها را تحت تأثیر قرار دهید محترمانه حرف بزنید. باید با همه با احترام صحبت کنید. ژاپنی‌ها می‌توانند 200 سال صبر کنند تا شرکتشان به رشد و ترقی برسد. آنها دنبال پول سریع و باد آوردن هستند. آنها خواهان رشد سالم و ادامه دار سرمایه هستند. یک بار می‌خواستم شریک برای ویرجین موزیک پیدا کنم. با چندین امریکایی در این مورد صحبت کردم. نظراتشان را شنیدم. آنها به سرمایه گذاری رغبت داشتند، اما در ضمن می‌خواستند در کارها دخالت کنند. می‌خواستند در اداره شرکت دخالت کنند، اما ما طرز کار خودمان را داشتیم و می‌خواستیم به شیوه خود شرکت را مدیریت کنیم. تا جایی که می‌دانستیم اگر شریکان در کارها دخالت می‌کردند، تولید اختلاف می‌شود. به یاد بازرگانان ژاپنی افتادم که چند سال پیش با آنها ملاقات کرده بودم. از این رو عازم راه شرق شدیم.
از بازرگان ژاپنی که به استقبال ما آمده پرسیدم نظرش درباره شریکی با ما چیست. بازرگان ژاپنی با لحنی ملایم پرسید: آقای برنسون، شما می‌خواهید با زنی آمریکایی ازدواج کنید یا زنی ژاپنی؟ زنان آمریکایی بسیار دشوار هستند. زندگیتان پر از پاشخوری و جدایی است. زنان ژاپنی بسیار خوب و ساکت هستند. خوب و ساکت به معنای ضعیف بودن نبود، به معنای عالی بودن بود. ما با شرکت او قرارداد بستیم. یکی از بهترین درسایی که تاکنون آموختم مربوط به زمانی می‌شود که کار غیر قانونی انجام دادم. دستگیر شدم و خزینه خلافم را پرداختم. فکر می‌کردم رفتاری دلیرانه کردم، اما بعد معلوم شد کارم احمقانه بوده است. بعضی از ریسک‌ها ارزشی آن را ندارند که آدم آنها را تقلب کند. دهه سال 1970 همه ما در صف پیش بودیم. من در بسیاری از تظاهرات برای جنگ ویتنام شرکت کرده بودم. اعتراض و مخالفت اقدام تفریحی بود. من کاری کردم که فکر می‌کردم قانونی است. ویرجین الکی با فروش سبدهای عالی و ارزان مشهور بود. ما از بلژیم فرمایش کلان گرفتیم. صادرات صفحه به بلژیم اندازبندی نداشت. از این رو دیسک‌ها را مستقیما از شرکت‌های بزرگ ثبتی به مانندی AMI خریدم. یک وانیت ماشینی باری کوچک. یک وانیت بار کرایه کردم و از طریق دریا آنها را به فرانسه بردم تا از آنجا آنها را به بلژیم برسانم. نمی‌دانستم در فرانسه باید مالیات بپردازم. حتی اگر شرایط ترانزیت هم داشته باشد باید آن مالیات را بپردازد. کارکنان گمرک داور به حجت‌ها مهر زدند. وقتی وارد فرانسه شدم از من دلیل و مدرک خواستند که قصد فروش آنها را در فرانسه ندارم. من برگه سفارش بلژیم را به آنها نشان دادم و گفتم در حال عبور ترانزیت از خاک فرانسه هستم، اما این حرف من فایده چندانی نداشت و مأموران گمرک فرانسه گفتند که باید مالیات بپردازم. من ناراحت شدم، زیرا نیت نداشتم که خلاف قانون عمل کنم. شروع به بحث با آنها کردم، اما بیفایده بود. چون نمیخواستم مالیات بپردازم، صفحه ها را با وانیت و در کشتی به داور بازگرداندم. عصبانی بودم که وقتم را تلف کردم و سفارش خوب را از دست دادم. اما در حال حرکت به طرف لندن به ذهنم رسید که یک وانیت پر از صفحه های بدون انداز دارم. برای اثبات حرفم حتی مهر مقامات گمرکی را هم روی حجت‌هایم داشتم. فکر کردم میتوانم آنها را در فروشگاه ویرجین یا به متقاضیان خرید پاستی بفروشم و 5000 فوند درآمد اضافه به دست بیاورم. این کار برخلاف قانون بود، اما فکر کردم کمی از مقررات به سود خودم استفاده کنم. بالاخره دست به کار شدم و چندین بار این کار را تکرار کردم. وانتی پر از صفحه را به فرانسه می بردم و از آنجا به انگلیس باز می گشتم و صفحه ها را به فروش می رساندم. حتی در نوبتی آخر به فرانسه هم نرفتم. به محض این که در بندر حجتم را مهر زدن، از همانجا به لندن بازگشتم و شروع به فروش صفحه ها کردم. به من گفته بودند تحت پیگیری قانونی قرار خواهم گرفت، اما به این حرفا گوش ندادم و بالاخره نیروهای پلیس به سریع وقت آمدند، بندبارهایم سرکشی کردند و دستگیر شدم. باور نمی کردم. فکر می کردم فقط جنایتکاران به زندان می افتند. اما در سلول زندان یک نفری را می گویند زندان که روشناییش فقط با یک لامپی کوچک تامین می شود. دانستم کارم تفریح و سرگرمی نبوده است. من مجرم و جنایتکار بودم. وقتی دبیرستان را ترک می کردم، رئیس دبیرستان به من گفت تو آیا یک میلیونر می شوی یا به زندان می افتی؟ من میلیونر نشدم، اما به زندان افتادم. پدر و مادرم همیشه به من گفته بودند فقط نامی نیک است که از ما باقی می ماند. پول استخدام وکیل را نداشتم، به همین جهت از دادگاه درخواست کردم که وکیل عوض شود. صبح روزی بعد مادرم برای حمایت از من به دادگاه آمد. حمایتگر به من گفت اگر تقاضای وکیل کنم مبلغ نخواهم پرداخت. قاضی 30,000 فونت وثیقه تعیین کرد. من این پول را نداشتم و فقط آن خانه اربابی را داشتم. مادرم خانه‌اش را گرو گذاشت.
اعتماد مادرم به من چیزی بود که برایم باور نکردنی بود. در دادگاه وقتی من به مادرم به هم نگاه کردیم، هر دو شروع به گریستن نمودیم. هرگز حرفای مادرم را که در حال بازگشت به لندن در قطار گفت فراموش نمی کنم. او گفت میدانم ریکی درسی بزرگ آموخته. برای شیری که به زمین ریخته شد گریه نکن. باید توانی کاری را که کردی بپردازی. گمرک تصمیم گرفت به جای اینکه موضوع را به دادگاه بکشد 3 برابر درآمد غیر قانونی مرا جریمه کند. رقم را 45,000 فونت تعیین کردند که در 3 حصه 15,000 فونتی ظرف 3 سال باید پرداخت میشد. بسیار هولانگیز به نظر می رسید، اما عصبانی نبودم. من به قانون بی‌حرمتی کرده بودم و حالا باید توانش را می پرداختم. حالا بار دیگر از مشکلی نجات پیدا کرده بودم. بار دیگر می خواستم ثروتمند شوم، اما البته از راه‌های قانونی. مثل دیوانه ها شروع به کار کردیم. فروشگاه های صفحه فروشی جدید به نام ویرجین باز کردیم. از آن به بعد با خود عهد کردم دیگر قانون شکنی نکنم. آبروی شما در حکم همه چیز است. توصیه من به شما این است که در همه کارهایتان عادل باشید. تقلب نکنید. هدفتان پیروزی باشد. این قانون باید در زندگی خصوصی شما نیز تطبیق کرده شود. هدف من این است که کار نکنید شب خوابتان نبرد. این قاعده خوبی است اگر آن را رعایت کنید.